سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید که ماموران امنیتی مادر 60 ساله او را همراه با دایی و پسر عمویش از خانهشان در جنوب تاجیکستان به دوشنبه پایتخت بردند. دولت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی رو 4 ماه پیش غیرقانونی اعلام کرد و بعد شروع کرد به اعمال فشار بر این گروه و اعضایش. ساعتی پیش محمود جان فیض رحمانوف سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که این روزها در استانبول ترکیه به سر میبره ماجرا رو این گونه برای ما شرح داد. صبح امروز بعد نماز بامداد مقامات آمدند و خانه پدری من که در ناحیه قمسنگیر در جنوب کشور قرار دارد و مادر من و یک برادری مادر من و همچنین بچه عمم را با خود بردند. آنها در دوشنبه صبح امروز آمده بودند و در دوشنبه وضعیت سلامتی مادرم وخیم شد و بعد آن طبیب ها را دعوت کردند. آمدن وضع اون را دیدن و بعد از مرکز امنیت و این اقارب ما زنگ زدن، گفتن که اونها بیایند به مرکز امنیت. به آنها گفتن که وضعیت سلامتی مادر خوب نیست و خیم است. اونها گفتن به هر حال باید بیاید. مادر من که 60 سال دارد و بیماری قلبی هم دارد، با این حالت اونها رفتن و تا حال هیچ خبری از رها شدن اونها ما در دست نداریم. دلیل این همه فشاری که میگید بر شما و بستگانتون وارد میشه چی هست؟ و مادر من به خیشتوار ما میگویند که محمود جان را بگوید که از انتقاد حکومت دست بکشد، دیگر صحبت نکند بر ضد حکومت تاجیکستان. اصلی صحبت همین است که به هر راه شما اگر تا وقتی که اون از صحبت کردن از انتقاد حکومت دست نکشد، ما مجبور هستیم که این کارها رو بکنیم و این را روی راست میگویند. و مادر ما و حتی 2 روز پیش هم مادر ما رو با مرکز امنیت در ناحیه قمسنگیر بردن و هم برادری نابالغ 15 ساله اون رو بردن و یک زنی برادرم هم بردن و اون برادر خرد 15 ساله که نابالغ هست در صحبت تلفنی گریه کرد و گفت که اکا جان من میترسم. واکنش شما به این اقدام چه خواهد بود؟ آیا به دستور دولت تن خواهید داد و دیگر از دولت انتقاد نخواهید کرد؟ هیچگاه. برعکس این کاری که اینها میکنند نشان میدهند که ما در راه حق هستیم. اونها واقعا با این کارهایشان ثابت میکنند که اونها همون کسایی هستند که به ارزش انسانی، چی اون مادر است، چی کودک نابالغ است، چی زن است، هیچ ارزش قائل نیستند. و چرا ما سکوت کنیم؟ یک کشوری که فعلا امروز تاجیکستان تمام موارد نقض حقوق انسان در اونجا دیده می شود، یک عائله دارد حکومت می کند و این همه صحبت های ما در چارچوب قانون است، یک انتقادهای منطقی هست و ما هیچ چیز نمی خواهیم مگر اینکه یک زندگی بهتر برای خودمون و برای فرزندهای خود. از این بیشتر دیگر چیز طلب نداریم و تنها می خواهیم که آزاد باشند.